سلام شب همه بخیر. امیدوار هستیم صحتمند باشید. قسمی که در بک‌گراند میبینین همه جا چراغان است و مردم فراوان در شهر و بازار برآمدن. سال نو نزدیک هست و همه از یک ماه به این سو در 4 طرف شهر می آیند و به اشکال مختلف تجلیل میکنند. من به یکی از شهرهای خرد آلمان آمدیم و با هم میبینیم که در اینجا چی چیزهایی هست و در این شهر خرد چگونه از سال نو تجلیل میکنند. دکانهای مختلف میبینیم، غذاهای مختلف خواهد دیدیم، اما ویدیو بسیار کوتاه خواهد بود به خاطر که اینجا شهر خرد است و زمانی که شهر خرد باشه همه چیزش هم کم می باشه. پس بیاین با هم میریم یک جا میبینیم که چی چیزهای در این شهر هست و چی چیزهای بر شما جالب خواهد باشه. و هوام به شدت زیاد سرد است و با مو خاطر بسیار خود پیچاندیم که سردم نشه. دیگه میریم با هم میبینیم. اینجا شهر لیمبورگ هست. با کسایی که در اینجا زندگی میکنن یا قبلا هم اینجا رفت آمد داشتن شاید از بک‌گراند ما بفهمند که کدام قسمت لیمبورگ هست و آشنایی بیشتر همراهش شاید از قبل داشته باشند. دکان‌های زیاد را دیدیم، غذاهای مختلف داشت. البته این دکان گفته نمیشه، غرفه‌های کوچک گفته میشه که فقط به خاطر سال نو گذاشته میشن و دوباره برداشته میشوند در ختم سال نو. و در ضمن از او زمانی که سال نو میباشه همه مردم به می بهانه گرد هم جمع میشن، خوردنی های مختلف با هم میخورن، امتحان میکنن، مینوشن. آهسته آهسته من هم نزدیک میشم به آخرین قسمت هایی که پس از این دیگه بجز از کوچه های خالی و تعداد اندک از مردم چیز دیگه را نمیبینیم. شما بنویسین که در شهر شما از کریسمس چگونه تجلیل میکنن و آیا خود شما از سال نو میلادی تجلیل میکنین یا خیر؟ در کامنت ها بر ما بنویسین. تشکر از اینکه تا حال ویدیوی مرا دیدین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.